خب وقت شما بخیر باشه دوستان بیننده، همراهان شبکه 3، همراهان برنامه فوتبال برتر. بریم به تاشکند با قضاوت محمد عبدالله حسن اماراتی بازی ایران و ازبکستان رو با هم دیگه ببینیم. چهره نفرات ذخیره هم با هم موفق شد بازی خودش رو ببره 3-1. با بازی از این لحظه آغاز میشه. تقابل ایران و ازبکستان رو ما شاهد خواهیم بود. بازی دوم در مسیر رسیدن به رقابت جام جهانی. حالا یه حرکت برای بازیکنان ازبکستان، با هم مواظب این شماره 2 باشن. همچنان موقعیت هست برای آبی پوشان ازبکستان. مهدی ترابی یه فرار آغاز کرد از سمت چپ با سرعت بالا. فرار مهدی طارمی رو دید. مهدی وارد محوطه جریمه شده و باید اعلام ضربه پنالتی بشه به سود ایران. داور همچین اعتقادی نداره، اما ما برخورد رو دیدیم. خب این تخصص مهدی طارمیه، همین مدلی تو پرتغال پنالتی میگیره. ترابی میبره برای مهدی طارمی. سردار آزمون توپو در اختیار داره. چه پاسی داد به رامین رضاییان، خود رامین، و دروازه ازبکستان باز شده. ایران به گل اول رسید. جونم به رامین رضاییان، از زاویه بسته دروازه ازبکستان رو باز کرد. ببینیم پاس خوشگل سردار برای رامین و اینم شوت مهلک رامین رضاییان که یوسپوف نتونه سوپو مهار کنه. اشتباه بدی رو انجام داد و ایران به گل اول رسید. علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده. یه مقدار راحت گرفتن بچه‌ها، خیلی سریع توپا رو لو میدن. حالا موقعیت هست برای ازبکستان. خدا رو شکر توپه در چارچوب نبود. ضربه‌ای که شوکوروف زد. توپگیری خوب از سامان قدوس. مهدی طارمی رو دید در مسافه تک به تک. مهدی طارمی و اینم گل دوم ایران. باز هم الماس ایرانی، باز هم گلزنی و درخششی که تمام نمیشه. ایران 2 ازبکستان 0. زننده گل مهدی طارمی. بریم صحنه آهسته گل رو با هم دیگه مرور کنیم. اینجا توپگیری خوب توسط سامان قدوس، پاسو داد به مهدی طارمی. مهدی هم که اینجور توپا رو قطعا گل میکنه. یه حرکت رو دارن شک میدن بازیکنان ازبکستان. خطرناکه این موقعیت و علیرضا بیرانوند توپو گرفت. شماره 2 یه بار دیگه کنانی زادگان رو جا گذاشت. خطرناک این موقعیت ازبکستان. ارسال زمینی، موقعیت هست و شجاع خلیلزاده ایران رو در بازی نگه داشت. یه حرکت، موقعیت هست برای ازبکستان و حساب کار 2-1 میشه. فاصله به حداقل میرسه و یورونوف بالاخره زهر خودش رو به ایران ریخت و دروازه ما رو باز کرد. ایران 2 ازبکستان 1. یه مقدار در نیمه دوم ازبکستان رو دست کم گرفته بود. یه حرکت آغاز شده از سمت راست. ارسال بلند، خطرناک این ارسال و مواظب باشن بچه‌ها. علیرضا بیرانوند. امیدواریم در این بازی به پیروزی برسن بچه‌ها. حالا یه موقعیت برای ازبکستان، خیلی خطرناک. الدور شومورودوف چیکار داره میکنه در نیمه دوم؟ میاره برای شوکوروف. یه حرکت، شومورودوف به دنبال توپ خطرناک این موقعیت. شانس آوردیم که ضربه‌شو جوندار نزد. همچنان موقعیت هست برای ایران و رامین رضاییان. مهدی طارمی یه ضربه رو میزنه، توپش به مدافع ازبکستان برخورد که چه ضد حمله‌ای داره شکل میگیره برای ازبکستان. شومورودوف دوئلی رو داره با شجاع خلیلزاده. همچنان موقعیت هست برای ازبکستان و توپو دور کنن بچه‌ها. این اتفاق افتاد. سیفیف شوت از پشت محوطه جریمه. تکل دیدنی بازیکن ازبکستان. فیض‌الله میبره سمت راست. یورونوف موقعیت دارن بازیکنان ازبکستان و گل دوم این تیم هم زده شد. ازبکستان 2 ایران 2. سرگیف نیومده گل زد برای تیمش. چه تعویضی انجام داد آقای سرکو کاتانچ.
گرسال تماشایی، ضربه تمام کننده سرگیف، پاس گل رو هم یورونوف داد، بازیکنی که هم گل زد هم پاس گل داد. زمین ساز این حمله هم فیض‌الله بود. اصلا هم مقصر نبود علی بیروت. Dreams, I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hawk.